از این لحظه به طور رسمی برنامه رو شروع میکنم. این برنامه 5مین شاهنامه پژوهی انجمن مهر شاهنامه مازندران هست که با همکاری خبرنامه ایران باستان برگزار میشه. و من برای اینکه خیلی وقت نگیرم آقای دکتر امید سالار خواهش میکنم که میکروفون رو وصل بکنن و ما در خدمتشون هستیم. ممنون. عرض بشود که با سلام خدمت همگی، مخصوصا استادم آقای دکتر خالقی، مطالبم رو عرض میکنم. اینجا فقط خواهش میکنم اون به اصطلاح پاورپوینتی هم که بنده گذاشته بودم دیگه راش بندازیم. بله چشم. سخنرانی بنده مربوط به مقایسه شاهنامه است با حماسه‌های اروپای غربی. عرض بشود که برای اینکه این مسئله درست فهمیده بشه ما ناچاریم که اولا حضور فرهنگی شاهنامه رو مقایسه کنیم با حضور فرهنگی این حماسه‌های غربی که حالا اسمشون رو خواهم آورد وقتی که شروع خواهیم کرد. ولی ابتدا بایست که یک تعریفی از حماسه و حماسه ملی به دست بدیم که یه خود مطالب مشخص‌تر باشه. حماسه ملی به نظر من یه روایت ادبیه که شخصیت‌ها و حوادثش جدال کشور رو با دشمنانش به زبان ملی و معیار و ادبی بیان میکنه. اگر به زبان ملی و معیار نباشه نمیتونه حماسه ملی باشه، به خاطر اینکه در اذهان کسی جا نمیگیره. یعنی حماسه ملی بنا به تعریف نمیتونه به مثلا السنه محلی یا به لهجات باشه. بنابراین باید که کشوری که میخواد حماسه ملی داشته باشه باید حتما زبان معیار ادبی هم داشته باشه. برید به اسلاید 2 لطفا. چون حماسه ملی با عواطف ملی درگیره، به قول فولکلوریست بزرگ فنلاندی لاوری هونکو، تدوینش هم اساساً یک فعالیت سیاسی است نه یک فعالیت ادبی و این رو خواهیم دید در وقتی که میرسیم به تاریخ حماسه‌های غربی. اسلاید 3 لطفا. عبارت حماسه ملی خیلی قدیمی نیست. مخترعش ظاهرا نویسنده رمانتیک آلمانی یوهان پاول فریدریش ریشتره که کلمه ناسیونال اپوس رو در اول بار در سال 1796 میلادی به کار برد. اینو من مدیون آقای دکتر مرادی هستم که من تذکر دادم. بعدش شاعر آلمانی آگوست فون شلیگل در سال 1808 در سلسله سخنرانی‌هایی که در وین بیان کرد از این کلمه استفاده کرد و این سخنرانی‌ها بعداً در 3 مجلد بین سال‌های 1809 و 1811 چاپ شد. ناسیونال اپوس از زبان آلمانی توسط نویسنده معروف انگلیسی توماس کارلایل به صورت نشنال اپیک به انگلیسی ترجمه شد و برای اولین بار در سال 1841 طبق گزارش قاموس آکسفورد وارد زبان انگلیسی میشه. پس میبینید که در زبانهای غربی حماسه ملی سابقه چندان زیادی نداره. یعنی عبارتشو میگم، نه اینکه مثلا کلمه حماسه. در کلمه حماسه هم در قرن 17 برای اولین بار در زبان انگلیسی به کار رفته. علیه حال این سابقه به اصطلاح حماسه ملی در زبان‌های اروپایی یعنی به کار ما مربوط میشه. این کلمه بعداً یعنی کلمه ناسیونال اپوس بعداً از زبان آلمانی توسط مرحوم تقی‌زاده از آثار نولدکه به صورت حماسه ملی ایران به فارسی ترجمه میشه و در سال 1918 که میشه 1297 شمسی برای اولین بار در مجله کاوه منتشر میشه. این رو هم من مدیون آقای دکتر فیروزبخش هستم که من تذکر دادم. بنابراین سنن حماسی از آغاز یعنی از عصر اوستایی که تقریبا به 1000 سال قبل میکشه در فرهنگ ایران وجود داشتن، ولی عبارت حماسه ملی عبارت جدیدی است که توسط از آلمانی اخذ شده و توسط تقی‌زاده وارد زبان ما شد. برید به اسلاید 6 لطفا. آشنایی ایرانیان باستان با این
داستان‌ها به حدی بوده که تنها اشارتی کوتاه کافی بوده که داستان رو به خاطر شنونده بیاره. برید اسلاید 6 لطفاً. این اسلاید اینا رو من یادم رفت بگم اسلاید رو عوض کنم. این درست. عرض بشود که ایرانی‌ها به حدی با این داستان آشنا بودن که در مثلا یشتا همینقدر که اشاره‌ای می‌شده، همونطور که در این متن می‌بینید، من برای اینکه وقت تلف نشه نمی‌خونم دیگه، یه اشاره‌ای فقط می‌شده به مسئله فرض کنیم جنگ فریدون و ضحاک، کافی بوده که شنوندگان کل داستان رو به خاطرشون بیارن. این چیزی که به این کوتاهی در یشتا آبان یشت بیان شده در شاهنامه استاد خالقی در حدود 500 بیت جا میگیره و خیلی به تفصیل بیان میشه. برید اسلاید 7. از این جهت دانشمندانی مثل نولدکه و شپیگل و دیگران گفتن که حماسه‌های ایرانی از همون اول یه صورت به اصطلاح منظم و مرتبی داشتن از نظر تسلسل وقایع و اینها، و ایرانی‌ها خوب اینا رو می‌دونن. وقتی میگم از اول یعنی منظورم از عصر اوستاست که در حدود 1000 قبل از میلاد میشه. برید اسلاید بعدی. بیگانگانی که با ایرانیان تماس داشتن هم از وجود این داستان‌ها آگاه بودن و در موارد متعددی هم در کتاب مقدس یهودیان و هم در متون عرض بشود که یونانی و غیره به اینها اضافه شده. موارد شواهدش رو از کتاب عهد عتیق اینجا می‌بینید. در عرض بشود که یونانی ها هم مهمترین کسی که این مسائل رو اشاره میکنه بهش کتسیاسه. کتسیاس در پزشک اردشیر دوم هخامنشی بود، قرن 5 قبل از میلاد، و گذشته از اون هرودوت، نمیدونم زنفون و دیگران به اینها مفصلا اشاره کردن. برید اسلاید 9 لطفا. و بعد که مواردش رو اینجا میبینید، من دیگه واردش خیلی نمیشم. برید اسلاید 10. وجود این روایات حماسی در گزارشات نه فقط یونانی ها و یهودیان بلکه در گزارشات ارامنه، رومیان، اعراب جاهلی و دیگران هم اومده. مثلا در یک متن سوریانی از قرن دوم هست که به خوندن اسامی پهلوانان از روی کتاب شجاعان اشاره داره. موسی خورنی قرن 5 میلادی در خلاصه از داستان ضحاک رو ذکر میکنه، با اینکه میگه که این داستان‌ها خوب نیست که شما علاقه دارین بهش، خطاب به مسیحیان ارمنی میگه این داستان‌ها قابلیت عرض بشود حفظ و خواندن و اینها نداره. علیه حال برید لطفاً به اسلاید 11. نکته مهمی که من میخواستم در باب مسائل عرض بشود که مربوط به این تسلسلی که ما میبینیم از یونان باستان قرن 5 و 6 قبل از میلاد هست تا قرن 5 و 6 بعد از میلاد، یعنی در زمان حمله اعراب به ایران، این است که این داستان ها همیشه حاضر بوده، چه در ذهن و چه در جامعه ایرانی. اون چه که ما میخوایم اینجا دلم میخواد که یه خود بهش بپردازم این است که ما شاهنامه رو بر اساس، البته با چند واسطه، بر اساس خداینامه پهلوی میدونیم. این خداینامه پهلوی یه خود بعضی اشکالاتی هست درش و اون این است که منابع عربی که ازش ذکر میکنن دقیقاً با هم دیگه نمیخونن. البته آقای دکتر خالقی یه لیست مفصلی از منابع اسلامی که اشارتی به اینها دارن در کتاب از شاهنامه تا خداینامه آوردن که دیگه حق مطلب ادا شده، کسی بخواد باید به اونجا مراجعه کنه. اما مطلبی که من میخوام بگم و ایشون هم ذکر کردن این است که یکی از شاید دلایلی که گزارشات عرب، یعنی نوشته هایی که به عربیه، همش عرب ها ننوشتن، خودمون هم به عربی نوشتیم، این از اختلافاتی که در میان اونا هست اینه که شاید این همونطور که شاهنامه ژانری بوده که خب معروف ترین شاهنامه فردوسیه، شاید خداینامه هم یه ژانر ادبی بوده و من اینو بعید نمیدونم، به خاطر اینکه خاندان‌های بزرگ اشرافی بالاخره دبیر داشتن. این خاندان‌ها می‌خواستن که اصلا نسب خودشون رو برسونن به پهلوانان و خدایان باستان و این دبیرها برای اینا رو دست و پا می‌کردن، می‌نوشتن. روی این حساب ممکنه که روایات محلی گوناگون تحت تاثیر این نوع کتابت‌ها از
دبیرای درباره اینها تولید شده باشه و این ممکنه که زیربنای این اختلافاتی که در گزارشات عرض بشود که به عربی می‌بینیم یا حتی بعضی تناقضاتی که حتی در متون فارسی هم هست این باشه. این احتمال بالاخره باید در نظر گرفت. و اما اومدیم سر مسئله اهمیت فرهنگی و ادبی شاهنامه فردوسی. شاهنامه فردوسی رو نکته مهمی که واسه دربارش بگیم این است که ادیب بزرگ عرب ضیاءالدین ابن الاثیر در قرن 12 میلادی، ایشون یعنی سال تولدش 1163، سال مرگش 1239 میلادی. من اینا رو به میلادی میگم برای که آسان‌تر فهمش کنم که بخوام هجری و شمسی و قمری و اینا بکنیم. این دو تا برادر داشت، یکی مجدالدین یکی عزالدین، هر دوشون از بزرگان معارف اسلامی هستن. مجدالدین محدث از بزرگترین محدثین اسلامه و عزالدین از تاریخ‌نگاران مهمی. بنابراین این سه تا برادر از یه خانواده مذهبی میان، از یه خانواده بزرگ مذهبی عربی میان. وقتی که ابن اثیر، حالا میبینین دیگه این نقل قول میاد، میگه قرآن شاهنامه ارزش ادبی و اعتبارش مساوی قرآن در میون اعراب، شاهنامه در میون ایرانیان مساوی قرآن در میون اعراب. این یه حرف ساده ای نیست. کسی که داره این حرف میزنه خودش اهل فن، از وارد به معارف اسلامی، از خانواده بزرگان اسلامه. روی این حساب اینو باید توجه کرد که این یه همچین شخصی نمیاد بی خودی یه حرف مثلا به صورت اگزاجره یا چرت و پرت به قول خودمون بزن. مضمون همین حرف ابن یمین هم در قرن 8 هجری در شعر معروفی که الله نهتون خیلیاتون میدونین که اول از بالای کرسی بر زمین آمد سخن او، یعنی فردوسی، سخن را باز بالا برد و بر کرسی نشان گفته. بعد حضور فرهنگی شاهنامه در این مسئله هم هست که بعضی از نقل کردن، یعنی صاحب تاریخ جهانگشای جوینی نقل میکنه که یکی طغرل دوم پادشاه عرض بشود که سلجوقی هنگام جنگ شاهنامه میخونده. بنابراین این حضور فرهنگی حتی در شاه ترکی هم که در ایران حکومت میکرده اینجا افتاده بوده تو ذهنش. بریم به اسلاید 12 لطفا. بنابراین حضور مستمر شاهنامه در فرهنگ ایران بر متفقین هم آشکار بوده. وقتی متفقین در جنگ دوم جهانی میان و ایرانو به اصطلاح اشغال میکنن، اینا برای اینکه تهییج عواطف ایرانیان میان از تصاویر شاهنامه استفاده میکنن. هیتلر رو به صورت ضحاک با به اصطلاح متفقین عرب و ژاپنیش که دوتا مارن که از سرشونش در اومدن تصویر میکنن. برید اسلاید بعدی. و رهبران نیروهای متفقین اون بالا میبینین چرچیل و استالین و روزولت و به صورت فریدون و دو برادرش که در داستان شاهنامه اومده، اینا میان به جنگ ضحاک. و برید به اسلاید بعدی و ایرانی ها رو به صورت کاوه آهنگر، یعنی تصویر میکنن که این به اصطلاح نشون دهنده اینه که شاهنامه در فرهنگ ایران یه حضور زنده و حاضری داشته از قدیم الایام، از 1000 قبل از میلاد تا الان به صورت مستمر. اینو من میارم به خاطر اینکه میخوام بعد برسم به حضور فرهنگی به اصطلاح همسایه اروپایی در کشورهای اروپایی و اینو مقایسه کنم. خیلی خوب. این مسئله حضور از یه جنبه. از یه جنبه دیگه شهادت دیپلمات‌های غربی. دیپلمات‌های غربی از دوره صفویه با ایران به ایران وارد شدن به صورت و گزارشاتی تهیه کردن. قبلش هم البته بودن، نمیشه به اونا گفت دیپلمات و گزارشات اونا هم گزارش نیست، سفرنامه و ایناست. یکی از مهمترین اینا که من میخوام دو تاشو ذکر کنم، یکیش از دوره قاجار، یکیش از دوره پهلوی. در دوره قاجار کنت دوگوبینو که از سیاستمداران و مستشرقین معروف فرانسه بود و از تئوری‌های به اصطلاح نژادی معروفی داره که مدت‌ها هم جهان درگیرش بود. این در زمان ناصرالدین شاه در ایران بود. این می‌نویسه که نقل قول میکنم، البته خود خلاصش کردم، تو نقل قول میگه ایرانیان بی نهایت به ذکر حکایت شاهان باستان خودشان علاقه‌مندند. ببخشید بدین به اسلاید 15.
و این داستان‌ها رو حتی از روی روایات از روایات مربوط به حیات پیامبرشون بیشتر دوست دارن. این شاهد عینی قضیه بوده در دوره قاجار. و وضع عوام ایران از این نظر هیچ شباهتی به اوضاع اروپایی‌ها نداره. بیسوادان اروپایی از تاریخ هیچ نمیدونن. یعنی اینو خود به اصطلاح گوبینو که خودش فرانسویه میدونسته که در فرانسه مردم عوام فرانسه چیزی از تاریخ خودشون نمیدونن، به این ترتیب که نه تنها نام اشخاصی مثل لویی 14 یا شارلمن یا سزار رو نشنیده بودن، یعنی اصلا به ذهنشون هم نمیرسیده، بلکه حتی خاطره ناپلئون هم که انگار دیروز بوده در ذهن اینها نیست. ناپلئون یادتون باشه در جنگ واترلو در 1815 بود و این آقای گوبینو بین 1855 تا 1858 در ایران بود، بنابراین خیلی فاصله زیادی نداره با ناپلئون. میگه اینا حتی از ناپلئون خبر نداره اروپایی ها و اون وقت با ایرانی ها مقایسه میکنه. میگه اما در ایران من هیچگاه کسی رو ندیدم که روایات ملی رو که با اولین شاه آغاز و به شاه فعلی ختم میشه ندونه، ولو این که از طبقات بسیار فرودست باشه. تاریخ ایران برای ایرانیان مطبوعه و گوش دادن به کسی که از روی کتاب این تاریخ رو برای مستمعین باز میگوید از سرگرمی های ایشان است و من خود بارها شاهد آن بودم. یعنی از روی کتاب این تاریخ رو میگن. چه کتابی؟ کتاب شاهنامه خونی بود. خب برید به اسلاید 16. 100 سال بعد از این آقای یوریلو رانی رئیس به اصطلاح نمایندگی اسرائیل در ایران بود دوره شاه. ایشون در سال 1973 یه بازدیدی میکنه از یه دهی و این رو بعد در سال 2004 در یک کتابی که باش مصاحبه کردن نقل میکنه. میگه من در ایران یه ده کوچیک فقیری رفتم که نه آب جاری داشتن نه وضعشون بد بود و فلان اینها، ولی میدیدم که دهاتی ها غروبا جمع میشن تا یکی از ریش سفیداشون براشون شاهنامه بخونه. و اون وقت میگه که من اون وقت متوجه شدم که ایران فقیر هست اما تمدنه. توجه میکنید؟ خب حالا این مطالب من گفتم که ذهن شما رو حاضر کنم برای مطالبی که میخوام راجع به حماسه‌های اروپایی بگم. میدونین که پیش از اختراع صنعت چاپ کتابا با دست تکثیر میشد، بنابراین رونویس کردن کتاب مخصوصا کتابای قطوری مثل شاهنامه زحمت داشت. روی این حساب تعداد دستنویس های یک کتاب نشانه محبوبیتشه. یکی از علائمش این است که کتابای مذهبی مثلا انجیل، این کتاب چون واجب بوده داشتنش و اینها خیلی دستنویس داره. ما میدونیم که 5800 نسخه کامل و ناقص از روایت یونانی انجیل ما در دست داریم، 10,000 نسخه از روایت لاتینیش در دست داریم، نسخه های دیگر به زبانهای دیگر یعنی از سوریانی و غیره و غیره بیش از 9300 تاست. بنابراین این تعداد دست‌نویس هست. از شاهنامه طبق فهرستی که مرحوم ایرج افشار به دست داده، نسخه های تاریخ دار و بی تاریخ مجموعاً 600 برین به اسلاید 17 لطفا. مجموعاً عرض بشود که 643 تا دست‌نویسه و من فکر میکنم که با اینکه این نسخه است که ایرج افشار ذکر کرده در کاتالوگ‌های مختلف دیده، اگر تیکه پاره های شاهنامه، اوراق شاهنامه، مینیاتورهای شاهنامه که پخشن در کلکسیون های مختلف، موزه های مختلف و غیره، اینا هم به این کتابایی که در نسخه های کامل یا نه تقریبا کامل شاهنامه اضافه کنیم، تعداد اینا در سطح جهان از 2000-3000 خواهد گذشت. بنابراین شاهنامه خیلی خیلی اثر محبوبی بوده. برید به اسلاید بعد. در قیاس با شاهنامه ما از حماسه‌های اروپایی خیلی دستنویسی در دست نداریم. بیشترینشون نیبلونگن لیده که 37 تا دستنویس داره و همونطور که از این بسیار نمودار می‌بینین از سرود رولان که حماسه اروپای غربیه، ببخشید حماسه فرانسه است، 3 تا دستنویس داریم. از السید هم 3 تا دستنویس داریم، یه دستنویسش قدیمیه، 2 دستنویس دیگه رونویس اونه، میدونیم که رونویس اونه. از بیولف که حماسه ملی انگلستان یه دستنویس بیشتر در دست نیست. توجه می‌کنید؟ بنابراین
بریم به اسلاید بعدی لطفا. این نموداری که من برای شما آوردم از تعداد اونی که آبیه دست‌نویس‌های شاهنامه است، بقیه مقایسه با دست‌نویس شاهنامه. خیلی حالا بپردازیم به این که این توجه به این دست‌نویس‌ها، یعنی توجه به متن شاهنامه در مقایسه با توجه به متون عرض بشود که حماسه اروپایی که حماسه ملی خودشون محسوب میشه. الان از شاهنامه ما تصحیحاتی قدیم در دست داشتیم. یک اقدم اینها که ذکر شده تصحیحی است که مصطفی قزوینی میون سالهای 714 تا 720 هجری، یعنی 1314 تا 1320 میلادی انجام داد. بعدش در دوره عرض بشود، برید لطفاً اسلاید بعدی، در دوره تیموری ها یک تصحیحی به فرمان نوه امیر تیمور که بایتانقور میرزا بود، بعدی اسلاید بعدی، به نام شاهنامه بایتانقوری انجام گرفت که سال 1430 میلادی تمام شد. خیلی. و اما بپردازیم، حالا این مال شاهنامه، اما میخوام بپردازم به مقایسه این با حماسه‌های اروپایی، چون نیبلونگن لید که حماسه ملی آلمان محسوب میشه الان، دست‌نویس‌های بیشتری هم داره، مهمتر هم هست، 9000 خورده سطره، به اون میپردازیم. حماسه ملی آلمان که در حدود سال 1200 میلادی به زبان آلمانی میانه اولیا تعریف شده، دست‌نویسش در سال 1755 کشف، یعنی 400 سال بعد از عرض بشود که تصحیح مصطفی. در سال 1757 دو سال بعد از اون قطعاتش به همت بودمر به همون زبان نامفهوم آلمانی میانه اولیا چاپ شد قطعاتش. بعد بودمر اون موقع نوشت که اهمیت این برای زبان ادبیات آلمانی مثل اهمیت ایلیاد و اودیسه برای ادبیات کلاسیک. 30 سال بعد، یعنی در سال 1782 متن کاملش تازه به زبان آلمان، همون زبان آلمانی میانه اولیا که اصلا نامفهوم بود برای آلمان ها، چاپ شد و توسط مولر. اولین ترجمهش به زبانی که آلمانی ها بتونن بفهمن در سال 1827 صورت به دست کارل زیمبورگ و یه مقدمه هم گوته شاعر بزرگ آلمانی برای این نوشت. این تقدیم شده بود به امپراتور آلمان فردریک کبیر. امپراتور فردریک اصلا زبان مادریش فرانسه بود و زبان و ادبیات آلمان رو هم هیچ دوست نداشت. این نوشت که زبان، یعنی متون قدیم آلمانی، اهمیتش از هیچ ارزشی نداره. اصطلاح آلمانیش از یه پودر هم کم ارزش تره. و یکی از زبانشناسان نامدار آلمانی به نام یوهان کریستوف آدلونگ توجه به نیبلونگن لید و متون قدیمی ژرمنی رو اصولا یک حرکت قهقرایی به سمت عرض بشود که تفکرات قرون وسطایی میدونست. اینا مثلا متفکرین عصر روشنگری، یعنی اینه که اصلا با قرون وسطا میونه‌ای نداشتن. عاقبت در اواخر قرن 18 میلادی، یعنی نزدیکای قرن 20 در قرن 19 مکتب رمانتیسم و عواطف ناسیونالیسمی در آلمان رو میاد. اون وقت این متن نیبلونگن لید تازه اون وقت یه آبروی پیدا میکنه و امثال شلینگ و گوته و اینها اون رو از ارکان ادبیات آلمان قرار میدن و کم کم زمینه تبدیلش به حماسه ملی آلمان فراهم میشه. قبل از این دوره این اصلا نشناخته بود، نه کسی ارزشی براش قائل. و نیبلونگن لید در سالهای 1807 1810 و 1816 توسط فردریک فون در هاگن تصحیح و منتشر میشه و نام و نشانی پیدا میکنه و بعد دیگه تصحیح معروفش همون سال 1826 توسط کارل لاخمان معروف. این از نیبلونگن. حالا برسیم به حماسه ملی فرانسه که سرود رولان خونده میشه. در باب رولان و ماجراهای نبرد و مرگ او در سال 778 میلادی. البته این ماجراها فقط متعلق به فرانسویان نبوده، در داستاناش در
میون اسپانیولیا، ایتالیایی اینا بود، شایع بوده داستان‌های به اصطلاح عوامانش. و اقدم دست‌نویس‌های این توسط یه کشیشی بوده که بعد از انقلاب فرانسه از فرانسه فرار کرده و رفته بود به انگلستان. اونجا که مطالعه می‌کرد، این دست‌نویس قدیمی ترین دست‌نویس رولان رو در کتابخونه آکسفورد، بادلیان آکسفورد پیدا میکنه در اواخر 1700 یا اوایل 1800. بعد در سال 1834 یعنی در سلطنت ناصرالدین شاه این تازه این قضیه رو اعلام میکنه در یک مجموعه از مقالاتش. اما ادبای فرانسه به این مسئله هیچ توجهی نمیکنن، قضیه به فراموشی سپرده میشه. بعد باز تحت تاثیر ایدئولوژی ناسیونالیسم فرانسوی ها هم میدن که آلمانی ها نیبلونگنلید رو پیدا کردن و بالاخره چاپ کردن و میگن این حماسه ملی خودمونه. اینا هم دنبال یه حماسه ملی برای خودشون میگشتن. روی حساب فرانسوا گیزو که در اون موقع به اصطلاح نخست وزیر فرانسه بوده، یه جوانی به نام فرانسیسک میشل رو برای استنساخ نسخه فرانسوی به انگلستان میفرسته و در کتابخونه‌های انگلستان این میشل دوباره همین دست‌نویس رولان رو کشف میکنه و بعد استنساخ میکنه و میفرسته فرانسه. و بعد در فرانسه فرانسوا ژنن در سال 1837 متن سرود رو تصحیح میکنه و به فرانسه که مردم بفهمن ترجمه میکنه و اون وقت مینویسه من نقل قول میکنم دیگر نمیتوان بر ادبیات فرانسوی خورده گرفت که حماسه ندارد. بفرمایید این هم رولان اثر ترور. ببینید مقایسه کنید حضور اینها در ادبیات اروپایی کی شروع میشه، مقایسه کنید با حضور شاهنامه در ادبیات ایران. حالا برید اسلاید بعد. بیولف که حماسه ملی به اصطلاح انگلستان محسوب میشه، این اصلا اشکالات بیش از این دو تا دیگه اشکال داره. و یه مقدمه واسه بگم که این که متعاقب انقلابات قرن 18 و 19 میلادی و دستیاب شدن و ازدحام نسخ خطی در حیطه تحقیق و بررسی، نخبگان اروپایی متونی رو که بعضاً با فرهنگ و ملت خودشون ارتباط روشنی نداشت به نفع خودشون مصادره می‌کردن و مدعی شدن که فلان متن از مال ایناست و دیگران حقی بهش ندارن. حماسه انگلوساکسونی بیولف یکی از بهترین مصادیق این نوع مصادرات فرهنگی. نسخه واحدش ابتدا در سال 1700 میلادی توسط هامفری وینلی کشف میشه، اما چون زبان و ادبیات انگلوساکسونی هنوز در انگلستان اهمیتی پیدا نکرده بود، ادبای انگلیسی بهش توجهی نمیکنن. مسئله به فراموشی سپرده میشه. 100 سالی بعد یعنی در سال 1786 یک نفر دانمارکی به نام تورکلین دوباره این نسخه رو کشف میکنه و بعد از ماجراها متن و ترجمه لاتینیش اول بار در سال 1815 در کوپنهاگ منتشر میشه. بیولف هم بعد از انتشار مورد اعتنا قرار نمیگیره. حتی توماس سیلور که تدریس زبان آنگلوساکسونی رو در دانشگاه آکسفورد بر عهده داشت مینویسه که نقل میکنم متن آن گاه نامفهوم و سبکش ساده و زننده است و چندان تأثیری در اهتزاز حال ندارد. با این حال این پایان نقل بیولف به زبان آنگلوساکسونی سروده شده و حوادثش در سواحل دریای شمال در منطقه میان شمال آلمان و جنوب اسکاندیناوی صورت میگیره و ربطی به انگلستان نداره. به همین خاطر استاد نامدار ادبیات آنگلوساکسونی توماس شیپی مینویسه نقل قول نامطلوب ترین خصوصیت این متن که پتانسیل حماسه ملی شدن نیز بدان نسبت داده می شود این است که هیچ ذکری از انگلستان یا بریتانیا یا انگلیسی ها یا ساکسون ها یا کسی که بتوان او را انگلیسی دانست در آن وجود ندارد. حالا اینو باز مقایسه کنید با شاهنامه که بیش از 1680 بار ایران و ایرانیان درش صریحاً ذکر شده و بعد به کنایه بسیار بسیار بیشتر. برید اسلاید بعدی. حماسه ملی اسپانیا منظومه السیده. مضمونش ماجراهای یک شخصیت تاریخی به نام رودریگو دیاس د ویوار هست که در سال 1099 میلادی مرد.
این از این داستان فیلمی هم اونایتون که سن و سال من دارین لابد دیدین این فیلمو. در سال 1961 با شرکت سوفیا لورن و چارلتون هستون درست شد، مجسمه‌اش هم زدن تو شهرهای به اصطلاح زادگاهش و اینها، چون شخصیت تاریخی بوده، این مسئله چیز نیست. برید به اسلاید بعدی. از متن السی فقط یک دستنویس قدیمی که در قرن 14 میلادی استنساخ شده در دسته، 2 تا دستنویس دیگه‌اش گفتیم که استنساخ اینن و خانم دکتر سعیده قاسمی لطف کردن این رو به اصطلاح CD شو برام، یعنی چیزشو کمک کردن که من بتونم دانلودش کنم. اوراق آغازین دستنویس افتاده، اسمش ذکر نشده. هیچ کدوم از این حماسه‌های اروپایی اسم ندارن، اسما رو مصححین روش گذاشتن، در صورتی که شاهنامه، حالا درسته که خود نمیگه من این شاهنامه است، ولی نامه خسروان، نمیدونم نامه شهریاران پیش دیگه معلومه این شاه. عرض بشود که برید به اسلاید بعد. یه مطلب دیگه هم بگم قبل از اینکه شما این مسئله چیزی، این دستنویس رولان هم تا 100 سالی اصلا بعد از کشف و اینا کسی اهمیتی بهش نمیداد. آخر در سال 1895 یعنی 5 سال قبل از قرن 19 آکادمی سلطنتی اسپانیا تعلیف تصحیحی برای اونو به مسابقه میذاره و مصحح و محقق نامدار اسپانیولی رامون مینندس پیدال برنده میشه و این در سال 1898 برای اولین بار متنش به همون زبان به اصطلاح کاستلیان قدیمی یا اشتاله قدیمی چاپ میشه و مفهوم نبوده، با اینکه این متن رو میون سالهای 1908 و 1911 هم با یادداشت و دیکشنری چاپ میکنه منندس پیدال، کسی نمیفهمیده. بعد مجبور شد سال 1913 یعنی اوایل قرن 20 دوباره اینو به زبونی که مردم بتونن بفهمن درره و در یک چاپ به اصطلاح جیبی در سال 1913 چاپ کنه. حالا بریم به اسلاید بعدی لطفا. در این چارت شما میبینید که ما شاهنامه‌مون کی تصحیح شده و چجوری عرض بشود حضور داشته در میون در ادبیات رسمی ما و این به اصطلاح حماسه‌های ملی دیگران چجوری. پس بنابر اون چی گفتیم حضور مستمر شاهنامه در فرهنگ عوام و خواص جای تردید نداره. یکی از علل مقبولیتش اینه که شاهنامه به زبان، همونطور که از اول گفتم، باید به زبان ملی و معیار باشه. اگه حماسه ملی به زبان مردم نباشه کسی نمیفهمه اینو، بنابراین ملی بودن درش اصلا ممکن نیست. برای اینکه اینو درست بفهمین من میخوام یک به اصطلاح مثالی برای شما ارائه بدم. برید به اسلاید بعدی. در تابستان 991 میلادی مقارن میشه با 381 هجری، وایکینگ ها به منطقه به نام مالدون در انگلستان حمله میکنن، آنگلوساکسون ها رو شکست میدن و چند سالی بعد یک منظومه در 325 سطر به انگلیسی باستان در باب این نبرد تألیف میشه. این قضیه 60 سال بعد از مرگ رودکی. حالا گوش بدید به این که این چجوری زبان آنگلوساکسونی چه صدایی داره. اینو لطفاً چیزش کنید. من اینو بعد کنم. Gittan ordet stod Edvard Selanga, Gera und Björnfolk, Hjälpvardem spräk that ein all the flagen botnell landes over backboolen that his better lay. He bracked on a board well with the bareness fair, of that he had sink deep on them say man and wordly shall rack air him. بسیار خیلی. این زبان آنگلوساکسونیه 60 سال عرض بشود که بعد از مرگ رودکی. حالا بریم به اسلاید بعدی و شما بوی جوی مولیان رودکی رو میدونی؟
جوی مولیان آید همی یاد یار روان آید همی ریگ درشتی آید زیبای پریان آید همی. ببینید من صدام میاد. منظور از عرایض بنده این بود که ببینید این وقتی میگم که باید حماسه ملی باید به زبان ملی باشه این فایده این نداره، شما اون زبان آنگلوساکسونی اونایی تو این که انگلیسی میدونین یک کلمش مفهوم نیست برای کسی که انگلیسی زبان باشه. بنابراین چه جور حماسه ملیه که بگن این حماسه ملی؟ این حماسه ملی شدن تمام این عرض بشود که حماسه های غربی قرن 19 هم صورت گرفت، برای اینکه اینها اون موقع اختراع ملل غربی در قرن 19 هم صورت گرفت و اون موقع به اصطلاح این مردم اروپایی که تحت تاثیر عرض بشود که ایدئولوژی ناسیونالیستی داشتن از بقایای امپراتوری های منقرض شده غربی تبدیل می شدن به کشورهای مختلف، اینها مجبورن برای خودشون یه هویتی بسازن. این هویت از طریق پیدا کردن یک زبان مشخص و پیدا کردن سابقه اون زمان در تاریخ اروپا صورت گرفت. در یکی از اندیشمندان اروپایی که بندیکت اندرسون که به اصطلاح کتاب معروفی هم درباره چیز داره، درباره ناسیونالیسم داره، این میگه که یک نوع ناسیونالیسمی هست در اروپا که این رو بهش میگیم ناسیونالیسم زبانی و این ناسیونالیسم زبانی علاقه ملت به زبان خودشون و برتری جویی نسبت به السنه دیگه است. میگه این مختص به اروپا است. ولی این حرف درست نیست. خیلی از آرایشون درست نیست. بعدم ما که میگن که مثلا فکر می‌کنم مردم من کتابای این نخوندم، من کتابای اینو خوندم، مقالاتشم خوندم، سر کلاس برادرشم بودم. بنابراین مسئله این که ما بیخبریم یه چیزی داریم همینجوری میگیم، این فکر و خیاله. این ناسیونالیسم زبانی که ایشون صحبتشو میکنه در ایران ما خیلی سابقش بیشتره. یکی از دوستان من آقای دکتر سهیل یاری گلدره در سال 2014 یک ایمیلی برای من فرستادن که ابن الجنی که سال 320 تا 392 زندگی میکرد، یعنی حدود حیات و فعالیت فردوسی، ایشون میشه تاریخ غربیش میشه 1932 تا 1002 میلادی. این زبانشناس بود، نحوی بود، عرض شاید کاتب آل بویه بود. اونجا این نوشته که در یکی از کتاباش نوشته که ایرانی ها دوست ندارن که شعراشون لغات عربی در شعر خودشون به کار ببرن. اگر این علامت ناسیونالیسم زبانی نیست دیگه من نمیدونم چی. اگر ما کشور ما در اروپا بود، کشور ما به عنوان نمونه وجود ناسیونالیسم در دوره باستان علم میشد. ما علت این که حرفی از ناسیونالیسم نمیتونیم بزنیم و هر وقت حرف میزنیم میگن نه یه پدیده قرن 19 اروپاییه، به این خاطر که ما در اونجا نیستیم، یعنی در شرق. بند مخالفتی نداره با این ایده که ناسیونالیسم در اروپا پدیده است معلول عرض شود که مدرنیسم اینها و این ناسیونالیسم اروپایی یه چیز خاص. ولی ناسیونالیسم ما یه چیزی داریم در معارف اسلامی میگیم وحدت المفهوم و تعدد المصادیق. مفهوم ممکنه یه دونه باشه، مصادیق متعدد داره. این کسایی که صحبت میکنن از ناسیونالیسم و ناسیونالیسم زبانی منحصر به اروپای غربی و اینا متن ما رو نمیدونن.
خلاصش اینه. الان هم هر کی از این کتابایی که این ایرانی‌ها که خارج میشنن کتاباشون لابد دیدن وقتی میگن که بله از همین اراجیف رو ردیف میکنن، اینا به خاطر اینه که از شاهنامه یومی پرن به جنبش مشروطی وسط و هیچ خبر ندارن که در دواوین شعرای ما چیه، جزئیات چیه، همینجور هپل هپو میکنن به قول عوامیر. عرض بشود که در اروپا تثبیت زبانهای ملی با حمایت دولت‌های مرکزی صورت گرفت بدون استثنا. در ایران هم چیزی نیست. در ایران هیچ دولتی حتی پایه‌گذاران مشروطه و قانون اساسی زبان فارسی رو زبان رسمی کشور اعلام نکرد. سیاست اشاعه زبان فارسی رو در دستور کار خودشون قرار نداده. انگار که پایه‌گذاران مشروطه زبان رسمی رو به زبان فارسی رو رسمیتش رو به قدری بدیهی میدونستن که نیازی به ذکرش در قانون اساسی نمیدیدن، در حالی که تمام قانون اساسی‌های اروپایی ذکر زبان رسمی رو داره. زبان رسمی اول بار در سال 1368 شمسی بعد از انقلاب اسلامی در اصلاحاتی که در قانون اساسی کردن در ماده 15 اومد که زبان رسمی کشور زبان فارسیه، با اینکه تدریس و عرض بشود که چاپ و اینها به زبانهای محلی اشکال نداره ولی زبان رسمی این. بنابراین حاصل سخن بنده این است که با توجه به حضور مستمر رسانه‌های ملی حماسی از هزاره اول قبل از میلاد در ایران و با توجه به اینکه زبان شاهنامه بیش از 1000 سال زبان معیار و ادبی ایرانیان بوده است و ممکن نیست که هیچ کدام از حماسه‌های اروپای غربی رو که تا قرن 19 مقبولیتی نداشتن زبانشون هم بدون ترجمه مفهوم نیست، مثل شاهنامه حماسه ملی به شما رو به قول ازرقی میان عنبر و خاکستر اندرون فرق است اگرچه عنبر باشد به رنگ خاکستر. و السلام.